رابرت کرجمون نشه. کمشه یه دار از مود و خوشگل. مارکوس چطوری؟ چه خبر مرد؟ تو پمپ بنزین چی کار میکنی؟ رابرت یه مشکلی هست. خدای من، بازم یه مشکل. چی شده؟ چه مشکلی؟ من اشتباهی توی باک تویوتا کمری خودم شیر کمتر به 1% ریختم. تو یعنی الان باکتو به جای بنزین با این شیرایی که اینجاست پر کردی؟ باورم نمیشه. یعنی به جای بنزین از این شیرای پرچرب تو باکت ریختی؟ شیر کمتر به 1%. خیلی خب متوجه. بهتر از پرچرب 3%. فهمیدم، ولی میخوام ایشلم رابرت. خب میدونی چیه رفیق، من اگه جای تو بودم ترجیح میدادم تو باکم به جای شیر بنزین بریزم. هی کفتره رو نگاه کن، چقدر ناز و گوگو. سیح دیر. خیلی خوب باشه. کجا داری میری؟ هی صبر کن چی کار داری میکنی؟ چرا اونو کشتی؟ اون فقط یه کفتر بود، اصلا کاری به کار ما نداشت. ببخشید رابرت. باشلا رابرت سیشتیم شلوار من. مارکوس تو که شلوار باد نیست، اگه برینی میرسی رو زمین مگه نه؟ میرم. خب حالا چیز کن، بیا تو به ما رو چمنا پاک میشه. بیا کجا میری؟ من این سنگ رو دوست ندارم. منظور چیه؟ اون که فقط یه سنگ معمولیه. رابرت شبیه داشاقه. خیلی خوب باشه، درکت میکنم. میدونی چیه؟ الان برات قایمش میکنم تا دیگه نتونی ببینیش. خوبه؟ هی کجا میری؟ میرم دشوی. هی چی کار داری میکنی؟ صبر کن، چی کار داری میکنی؟ از آتیش بیا بیرون. کمک. صبر کن. خدای من چقدر سنگینی. بیا نجاتت دادم. هی حالت چطوره؟ آسیبی که ندیدی؟ گوتم yandı رابرت. مرسی. قابل تو نداشت. خدای من، هوا خیلی گرمه مارکوس. چرا ما رو آوردی اینجا؟ چرا ما اومدیم تو این جهنم؟ کجا داریم میریم؟ از دانش رابرت. چی؟ منظورت چیه که کم حرف بزنم؟ محض رضای خدا مارکوس، میشه جواب سوالمو بدی؟ یخ. بابا خب یه بارم به یه چیزی یخ نگو. مارکوس میشه بهم توضیح بدی چرا ما رو آوردی وسط این ناکج؟ هی چی شدی مارکوس؟ حالت خوبه؟ رابرت کمک. باشه اومدم. آی. هی مارکوس آروم باش، فقط بهم بگو مشکل چیه؟ فشارم افتاد رابرت. خدای من. هی مارکوس چرا داری تشنج میکنی؟ به من نگاه کن مارکوس، نفس عمیق بکش. آروم باش، آروم. رابرت کمک. چی میخوای مارکوس؟ فقط بهم بگو که چی میخوای؟ چی حالتو بهتر میکنه؟ بگو تا برات فراهمش کنم. فقط ازت خواهش میکنم که خوب شو. چی میخوای مارکوس؟ بستنی دومینو. باشه قبوله. از این جهنم که رفتیم بیرون برات 10 تا بستنی دومینو میخرم با شیر کمچر به 1% که دوست داری. خوبه؟ هی آروم بلند شو. آروم. هی مارکوس مراقب باش. کجا داری میری؟ وای دادا. مارکوس. رابرت کمک. مراقب باش. ای وای. مارکوس. وای دادا. الان میگیرمت. رابرت. راستی چه عجب تو این قسمت مؤدب بودی. دومینو گفته حرف زشت بزنه میامونزه. هی اون حرفو نزن، زشته. تو بدون فوش دادنم خیلی بانمکی مارکوس. جزلره وچخار دارم. منظورم این بود. خیلی بیادبی رابرت. سلام مارکوس، این ماهیه چیه اینجا؟ به من گفت که تو انگشتش کردی. من این کارو نکردم مارکوس. اون یه ماهیه. من چرا باید این کارو کنم آخه؟ پخ یه سن. چرا آخه حرفمو باور نمی‌کنی؟ اون یه ماهیه. اصلا دستم توش نمیره. داداش منه رابرت. جدی میگی مارکوس؟ تو ماهی؟ واقعا داداش توئه؟ این داداش کوچیکمه رابرت. این یعنی واقعا داداش توئه؟ خیلی پسر خوبیه. خب مارکوس اسمش چیه؟ مارکوس؟ علی قلی. من فکر میکردم که تو کرمی. آخه اصلا شبیه ماهی نیستی. من شاهمایی ایران. گوگوشم. مارکوس چی داری میگی؟ من دیگه واقعا متوجه حرفایتون نمیشم. تو گوگوشی؟ دای خوبم بخون تا بخونم، عمر من تو هستی بمون تا. هی مارکوس، هر چه سریعتر باید از اینجا فرار کنیم. اینجا امن نیست. رابرت اگه پشه بودم بازم دوستم داشتی.
چی؟ مارکوس ببین الان اصلا وقت خوبی برای پرسیدن این سوال نیست. جنازه ها رو ببین، ما در خطریم. داشتی. آره تو هر چی باشی من دوستت دارم مارکوس، ولی الان باید فرار کنیم تا بتونیم نجات پیدا کنیم. مارکوس میشه بهم بگی چرا انقدر داری بهم نزدیک میشی؟ میشه نری تو حلقم؟ به شدت به VPN نیاز دارم رابرت. مارکوس چقدر بهت گفتم یه دوست دختر پیدا کن. من خودم از آب گرم کن VPN استفاده میکنم، بهت قول